بحران بیکاری بیش از 45% در ایران جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده است. بر اساس اعلام سازمان جهانی کار ILO، در صورتی که نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان در کشوری بیش از 2 برابر نرخ بیکاری کل باشد، وضعیت بیکاری در آن کشور در نقطه بحرانی قرار دارد. این در حالی است که همکنون نرخ بیکاری در بین جوانان بیش از 2 برابر بیکاری میانگین کشوری قرار گرفته است و 50% بیکاران نیز فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشند و این آمار زنگ هشدار را به صدا درآورده است. بالاترین نرخ بیکاری متعلق به استان‌های کرمانشاه، ارومیه، سیستان و بلوچستان و اهواز است. از عوامل بیکاری میتوان به عدم برنامه‌ریزی درست اشاره کرد که دلیل اصلی بیکاری نیز همین موضوع است. برای رسیدن به یک جامعه سالم که نقش جمعیت جوان در آن بسیار چشمگیر و مفید می باشد، شناخت شرایط موجود اشتغال در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان حائز اهمیت می باشد. متاسفانه جوانان کشور ما در حال حاضر با مشکلات زیادی از جمله بیکاری و عدم اشتغال برخوردار می باشند. شواهد و قرائن نشان دهنده آن است که صدرنشین بحران‌های آینده کشور بحران گسترده بیکاری خواهد بود. بحرانی که خواه یا ناخواه تمامی جامعه مستقیم و غیر مستقیم در معرض اثرات منفی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن قرار خواهند گرفت. وجود بیکاری در کشور باعث بالا رفتن آمار فقر، فساد، توزیع ناعادلانه درآمد، طلاق، معتاد شدن جوانان، ناامنی و پیامدهای دیگر در کشور شده است. ایجاد اشتغال یکی از مهمترین ابزارهای کاهش بیکاری، فقر و نابرابری است که متاسفانه به دلیل نبوده مدیریت کارآمد و حکومتی مردمی در کشور شاهد آن نیستیم. نتایج بیان کننده آن است که رابطه منفی و معناداری بین نوسانات نرخ رشد و نرخ بیکاری وجود دارد.